أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز و محترم، در هفته‌های قبلی ما شما سر موضوع وسیله و توسل و تقرب و اینیا گپ زدیم. باز تعریفات هر کدام گفتیم و در آیات چه قسم آمده و در احادیث چه قسم آمده یا را هم خواندیم و رسیدیم به قسمت چهارم که ما شما گفتیم که توسل به چی میشه؟ توسل با صفات و نامهای الله میشد. توسل با مشکلاتی که خود انسان داره، معجزه و بیچارگی خود پیش میکنه. یکی از مسائل توسل که عالم روز از او بحث میکنیم توسل به ذوات فاضله هست. منظور از توسل به ذوات فاضله ای است که آیا ما توسل به اشخاص میتونیم بکنیم؟ آیا توسل به انبیا که در اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم است، توسل با رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونیم بکنیم؟ آیا توسل با اصحاب کرام و توسل با اولیاء کرام، شهدای اسلام و اینا توسل میشه؟ در سر از علما بحث‌های بسیار خوبی دارن و متاسفانه بعضی از بحث‌های تفرقه‌ای و بعضی بحث‌های غلط هم هست. به هر صورت در این قسمت میبینیم که علمای اسلام چی میگن. آیا ما با اشخاص توسل بکنیم و یا نکنیم؟ بعضی ها میگه توسل به اشخاص نمیشه، بعضی ها میگه مطلقاً میشه، بعضی ها باز در بینش میگه که در کدام حالات میشه و در کدام حالات نمیشه. از جمله علمایی که درباره توسل بحث و تحقیق کردن یکی هم علامه ابن ابی العز حنفی هست. علامه نام درستش ابن ابی العز حنفی است. همین قسم تلفظ میشه. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله تعالی یک کتابی داره به نام شرح عقیده طحاویه. علامه طحاوی یک کتاب نوشته کرده به شکل متن در عقیده. بعد از او علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله تعالی باز آمده می کتاب از این شرح کرده. این کتاب از این کتاب بسیار معتبر در نزد تمامی اهل سنت است. حتی در عربستان سعودی که غالبا اونا سلفی گفته میشن یا به منهج سلف صالح در حرکت هستند، منهج کتاب و سنت، در بسیاری از مدارس و پوهنتون‌هایشان علمای بزرگ امی کتاب تدریس میکنن و این کتاب اگر کسی ایره در عقیده بخونه واقعا کتاب بسیار مفید و مؤثر در عقیده اهل سنت است. و مؤلف متن و مؤلف شرح که متنش از علامه طحاوی هست. علامه طحاوی رحمه الله هم حنفی المذهب است در فقه و در ابن ابی العز حنفی هم در فقه مذهب حنفی است. چون اهل سنت در عقیده اختلاف ندارن، اما ای که بعضی کسا خود منسوب به اهل سنت میکنن، لکن کلمه اهل سنت از کجا ایجاد شد؟ که در امو زمانهایی که خیر القرون تیر شد، شر القرون آمد
اختلافات زیاد شد، باز اهل سنت در مقابل اهل بدعت استعمال میشد. چرا اهل سنت میگن؟ چون اونجا اهل بدعت زیاد شد، بدعتکارا زیاد شدن. باز کسایی که به قرآن و سنت تمسک میکردن باز اینا اهل سنت گفته میشدن. و اهل سنت در عقیده خود هیچ اختلاف ندارن، اللهم الا که باز اینا بعضی کسا خود هم اهل سنت میگیره و هم در عقیده خود بدعت ها را داخل میکنه، او دیگه گپ است. اما اهل سنت، فقهای اهل سنت ما که خواندیم که امامای بزرگ از اینا کس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با شاگردایش امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل رحمهم الله تعالی، یا بزرگای اهل سنت هستن یا در عقیده مشکل نداشتن. عقیده کلشون همین عقیده قرآن و سنت است. به هر صورت علامه ابن ابی العز حنفی در توسل چی میگه؟ در توسل میگه فلفظ التوسل بالشخص و التوجه به فیه اجمال. میگه مسئله توسل به اشخاص که آل فعلا اینجا میگن توسل به ذوات فاضله. یک روز یک کسی برای من زنگ زد، مرا میگه استاد به توسل به ذوات فاضله عقیده داری یا نداری؟ ما احتمال اینجا خود یس نو کوشن نیست که باید یس یا نو بگوییم. بعضی گپاست تفصیل کار دارن. نه بگو که داری یا نداری. اگر نداری چطور است؟ تشکر، من هیچ جواب ندارم، هیچ چیز نمیگم. یک اینال اینجا یه عالم بزرگوار میگه که در مسئله توسل اجمال است. اتون نیست که بله و نخیر بگویی. در این مسئله یک اجمال وجود داره، مجمل است که باید یک کمک تفصیل داده شود، کم تشریح شود تا ذهنیت ها در این راستا روشن شوند. فلفظ التوسل بالشخص و التوجه به فيه اجمال غلط بسببه من لم یفهم معناه. میگه غلط شده در قسمت ازی بسیاری کسایی که معنای ازی رو درست نمیفهمه. کسی که معنای توسل و وسیله رو نمیفهمه اتمیه از دل خود گپ میزنه. ای باز گفته که در این قسمت غلط شدن، در راه غلط رفتن. و فکرتان باشه که غلط رفتن در عقیده، اگر یک نفر در مسائل فقهی در فرض و واجب و سنت و مستحب به غلط میره، این فاسق میشه، فاجر میشه. اما غلط کردن در عقیده انسان از چوکات عقیده دور میسازه، خطرش دمی هست. از این خاطر بسیاری کسایی که در درس‌های عقیده اشتراک نمیکنن، در درس عقیده نمی باشن و درس عقیده را هم مثل دیگه درس‌ها و یک هفته بیا و 20 هفته نبیا و با بی تفاوتی برخورد میکنن، از این خاطر برشان مشکلات اعتقادی پیدا میشه. خب حالی میگه ایده اجمال از بسیاری کسا دیگه اشتباه کردن. فإن اريد به تسبب به لکونه داعیا و شافعا، اگر منظورشی باشه که این یک سبب قرار میته یا وسیله قرار میته، یک انسانه، یک عالمه، یک پیغمبره، یک شخصیته که ای دعا بکنه برش، داعیا و شافعا، و ای برش شفاعت بکند، و هذا فی حیاته یکون، میگه ای کار در زندگیش میشه. چه وقت میشه؟ پس مثلا پیغمبر زنده است، یک کس میره برای پیغمبر میگه که برای ما دعا بکن. صحابی زنده است، یک کس میره برای صحابی میگه برای ما دعا بکن. یک عالم بزرگوار است، میره پیش مولوی صاحب عبدالاول میگه مولوی صاحب برای ما دعا بکن، زنده هست. یعنی علامه ابن ابی العز حنفی میگه ده این مشکل نیست. یا میره به رسول اکرم، مثلا یک نفر عالم است پیشش تو میری میگه مولوی صاحب پیش بر من یک کسی میگه تو شفاعت ما به یک شخص دیگه بکن. چه قسم شفاعت بکنم؟ مثلا میگه بر من یک ورق نوشته کو که من در مدرسه مولوی صاحب عبدالسلام عابد داخل شوم،
پس و یا مثلا برای رسول الله صلی الله علیه و که یا رسول الله صلی الله علیه و ما از تو میخوایم که در روز قیامت صحابه برش بگویه یا مثلا برای یک عالمی که اگر الله مثلا برای علما، برای حافظای قرآن، برای مجاهدین، برای شهدا زنده هست، میری برش میگی که انشالله اگر شد در روز قیامت اگر حق شفاعت برای داده شد برای من چی کن؟ شفاعت بکن. یا مسلمان ها در روز قیامت می پیش پیغمبر سم جمع میشن و برش میگه یا رسول الله صلی الله علیه و ما شفاعت بکن. این عالم میگه در صورتی که منظور از توسل به ذوات فاضله تسبب باشه، یعنی یک سبب یا یک وسیله قرار میتی که ای برای تو چی کنه؟ دعا بکنه یا تو را شفاعت بکنه و هذا فی حیاته یکون، فکرتان میگه باشه ای در زندگیش میشه. اول یک طریقه، یعنی کس زنده هست تو پیش انسان زنده میری میگی برای من دعا بکن، با مادرت میگی دعا بکن، با پدرت میگی دعا بکن، با عالم میگی دعا بکن، با ولی از اولیاء الله میگی، با شخصی که به نظرت آدم خوب است برش میگی برام دعا بکن، هیچ مشکل نیست. ولی ای به گفته و هذا فی حیاته یکون. علما وقتی که یک گپ میزنن خوب دقیق گپ میزنن چون او عالم است و میگه که گپ در زندگیش است. او لکون الداعی محبا له، یا ای که اینمی دعا کننده او را دوست داره، مطیعا لامره، مثلا من رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم و من رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت دارم به امرایش، حال دوستی خدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبت خدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایمان خدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیله میسازم، میگه پروردگارا ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکنم، متابعت میکنم، پروردگارا به خاطر محبت و به خاطر دوستی و به خاطر ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم سر ما رحم بکن. سيكون أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك للمحبة والطاعة والاقتداء. پس تو توسلت به خود شخص نکردی بلکه برای چی کردی؟ به اینکه تو را محبت داری. محبت پیغمبر عبادت است، متابعت از پیغمبر عبادت است، اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت است. پس به خاطر که تو متابعت از او کردی، محبت از او کردی، اطاعتش کردی، پس تو در حقیقت عبادت الله را کردی. اینمی عبادت تو وسیله میسازی. اینا علامه ابن ابی العز حنفی میگن فیکون التوسل، سیکوال چی میگه؟ آل باز دقیق میگن فيكون التوسل توسل اما بدعاء الوسيلة وشفاعته، یا توسل بدعا میشه، بدعای وسیله میشه و شفاعتش که پروردگارا اینه برای ما چی بگردان؟ وسیله بگردان و شفاعتش. و اما بمحبت السائل و اتباعه، یا میگه برای انسان زنده که دعای از زنده را تقاضا میکنی و از او شفاعت میخوایی، و یا ای که به محبت که به او شخص داری و متابعت از او را میکنی. این دو قسم شد. چند قسم شد حاله؟ دو قسم. اولش چی بود؟ که از یک زنده دعایش میخوایی و شفاعتش طلب میکنی. دوم قسمه که به خاطر دوستی و محبتی که بر از او داری، او را دوستی و محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم او را وسیله میسازی. و یک قسم دیگه سوم است او یراد به الاقسام به و التوسل بذاته، یا ای که توسل قسم میتی که پروردگار من تو را قسم میتم به شخصیت پیغمبر، تو را قسم میتم به ذات پیغمبر. میگه فهذا الثانی هو الذی کرهوه و نهوا عنه. این آخری کس اینا میگه چی کردن؟ از این منع کردن که تو الله را قسم میتی به کی؟ به پیغمبر. اگر مخلوق قسم به پیغمبر بیتی شرک است، اجازه نداری، پس الله را چطور قسم میتی؟ اینیش گفته علامه ابن ابی العز حنفی میگه این قسم آخری چی است؟ فهذا الثانی هو الذی کرهوه. کراهیت
در اعتقادات وقتی که میگه بد میدیدن، یعنی اینمی چیزی که اینا ناروا و حرام میپنداشتن و نهوا عنه، و از مردم چی کردن؟ که تو بگویی که والله سایه پروردگارا به شخص ازی و به ذات ازی و من تو را قسم میتم و به حق ازی، به حق فلان که میگه، به حرف چی است در زبان عربی؟ با حرف جرس للقسم بالله. وقتی به حق فلان یعنی پروردگار من تو را قسم میتم به حق فلانی شخص، ایره میگه کریهوه. صحیح شد نه؟ و نهوا عنه. خب این شرح عقیده طحاویه تعلیف صدرالدین محمد ابن علاءالدین علی ابن محمد ابن ابی العز حنفی، جلد اول صفحه 212. پس ایناله اقسام توسل به رسول الله صلی الله علیه و چند قسم شد؟ ایره علما 3 قسم تقسیم کردن. اول توسل به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و است. دوم توسل به دعایش در دنیا و شفاعتش در آخرت. اول توسل به چی است؟ به اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و دوم توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و در دنیا و شفاعتش در کجا؟ آخرت. این 2 قسم. قسم سوم قسم دادن به شخصش و سوال نمودن به ذاتش. این 3 قسم شد. اینا قسم اول چه قسم شرح میکنیم؟ توسل به اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و چه قسم میشه؟ توسل که رسول الله صلی الله علیه و وسیله بسازی. میگه توسل به رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام حالت زندگی یک انسان جایز است که چه قسم بکنی؟ به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و چه قسم میکنی اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و زندگی تا مثل زندگی رسول الله بسازی، عقیده تا مثل عقیده رسول الله صلی الله علیه و بسازی، عبادت تا مثل عبادت رسول الله صلی الله علیه و بسازی، نماز تا مثل نماز رسول الله صلی الله علیه و بسازی، معامله تا مثل معامله رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازی. متوجه شدین؟ توسل به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و چی معنی؟ که ما عقیده خود مثل عقیده کی بسازیم؟ رسول الله صلی الله علیه و نماز خدا مثل کی بخوانیم؟ رسول الله صلی الله علیه و عبادت خدا مثل کی بکنیم؟ مثل رسول الله صلی الله علیه و اگر کسی اینمی را کرد، اینمی ایمانت، اعمالت، معاملاتت، اخلاقت، زندگیت که مثل زندگی رسول الله صلی الله علیه و ساختی، اینمی وسیله نجات تو در دنیا و آخرت میشه. اینمی است مصداق آیت قرآن که میگی که الله سبحانه و تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما الله را دوست دارین مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و بکنین، یحببکم الله، الله با شما رو چی می داشته باشه؟ پس محبت رسول الله صلی الله علیه و دوستی رسول الله صلی الله علیه و وسیله میشه برای از اینکه الله تو را دوست داشته باشه و الله که کسی را دوست داشت برای او جنت میده. تو این همی دوستی و محبت رسول الله صلی الله علیه و چه قسم ثابت میکنی؟ عقیده تا مثل عقیده رسول الله بگردان، عبادات تا مثل عبادات رسول الله صلی الله علیه و بگردان، اعمال تا مثل اعمال رسول الله صلی الله علیه و بگردان. بعضی کسایی که برشان مشکل پیدا میشه، و باز انتقاد میکنن، چرا برای این نفر مشکل پیدا میشه و چرا این نفر انتقاد پیدا میکنه؟ به خاطر ازی که یک نفر زنگ میزنه از سویدن، یک نفر میده دفتر پیش من از یک کشور اروپایی، یک کسی می از استرالیا و می بیشینه پیش ما و مرا در بغل خود میگیره و دوستی و محبت میکنه. بالاخره بر ما یک جمله رو میگه استاد ما از اینمی درسای شما کسایی که در افغانستان هستین
دمی شهر کابل هستین، علاقات درس دارین. ما در سویدن زنا را ترک کردم. ما در دنمارک عقیدیم جور شد. ما در استرالیا عقیده اسلامی را درست فهمیدم. ما دیگه هیچ مشکل فکری، مشکل اعتقادی ندارم. چرا؟ یک کسی را گفتم چه قسم است؟ گفت والا استاد ما در خانه خودم اونجا بالا یک چی دارم، تلویزیون نصب کردیم کلان از این LCD را. گفت رو کجا نصب کردیم؟ و در بین ازی گفت ما همین چیزا ماندیم فلشه اتومات اینمی درسای شما، درسای علمای افغانستان، از مولوی صاحب عبدالسلام عابد، از مولوی صاحب نورالله کوثر، از مولوی صاحب ابو عبیدالله متوکل، از مولوی صاحب حسیب الله، از مولوی صاحب حماد، از مولوی دکتر صاحب عبدالباری، از دکتر صاحب عبدالقدوس و دیگه علمای کرام. گفتم میایه حتی گفت بعضی اوقات ما متوجه قصه یا گپ میشیم یا نان میشیم، خود ما فکر ما نیست، تفلکای ما قرار سایل دارن. باز میگه پدر دیدی که استاد چی گفت؟ دیدی دکتر صاحب چی گفت؟ دیدی مولوی صاحب چی گفت؟ گفت ما هیچ CD و هیچ کست در انتشارات پیام حق نشر نمیشه، در سایت در یوتیوب از پیام حق یا از دیگه دوستایی که نشر میکنن نشر نمیشه، مگر ای که ما او رو کاپیش میگیریم و در اونجا بر اولادای خود و بر خود ما میمانیم. در CD 120 تا گفتین، در 160 تا گفتین، در 170 تا گفتین. از برای خدا برادر محترم پیش خود یک دفعه قضاوت بکو که بین همین درس و بین خانه تو 10 کیلومتر نیست. تو عقیده تا جور کردن نتونستی. کجا رفتی؟ درس عقیده رو ماندیم میله پغمان. کجا رفتی؟ درس عقیده رو ماندیم میله شمالید. کجا رفتی؟ درس عقیده رو ماندیم رفتم ختم. کجا رفتی؟ درس عقیده رو ماندیم در فلانی شب 6. کجا رفتم؟ خانه فلانی خان. در روز آخرت جواب الله را چی میتی وقتی که الله از پیشت پرسان کنه که او در کانادا عقیدش درست شد، تو در شهر کابل عقیدت درست نشده؟ به خاطر که او وقت میده. او اگر خودش امکانات آمدنش نداره که با خودش بشینه، لکن همینجا میپالا میگه استاد 50 جای پرسان کردیم تا که نمبر تلفن شما را پیدا کردیم، 100 جای گشتیم تا که مثلا این مواد به دست آوردیم و شبها در اینترنت شیشتیم دانلود کردیم تا که این مواد را گرفتیم و برای اولادای خود رساندیم. او هم در مقابل الله استاد شده و او عقیده‌اش هم درست شده و میگه نمازم غلط بود، نمازم درست شد، والله عبادتم غلط بود، عبادتم درست شد. بچگاه که من برده بودم اونجا میرفت در کورسای خراب میخواند، در مدرسه های چیز بردمش در مدرسه اسلامی بچیم ده والله در کانادا در 1 سال بچهش قرآن حفظ کردن. والله من میخواستم اولادای من حافظ قرآن شون، لکن این قاریای تجارتی افغانستان ما خود نمیبخشم برشان. پیسه برشان میدادیم، نان برشان روان میکردیم، همیشه احترامشان عزتشان میکردیم، تفلکای ما را میبردن. چند سال بردن هیچ چیز نشدن، دل مرا کفاند. والله قلبم برش میگه می خدای قاری صاحب خانه تا خراب کنه، خدا خیرت نده، امو نانی که از من خوردی برات حرام باشه در روز قیامت از پیش حساب میکنه. اولاد من حافظ قرآن نشد، دست 6 سال نشد و یکی دیگه میگه در کانادا بچه که من در 1 سال حافظ قرآن شد. سبحان الله. در 3 سال ببخشید. در ترکیه که یک دیگه سیکولرها 80 سال مردم به نماز میان، در 1 سال حافظ قرآن میشه. تو در 1 سال حافظ قرآن میشه و در کانادا در اونجا اروپا هست در 3 سال و اولاد موجود اینجا نمیشن. به خاطر ازی که خفه نشین، قاری صاحب ما اخلاص به قرآن نداره. مسلمان دیندار ما اخلاص به عقیده توحید نداره. از این خاطر ما در 47 امروز 48م درس عقیده هست، 49م است. اگر از 49 درس عقیده اگر مرا خود شاهد بگیره پروردگار، من کلی گیره میشناسم کسایی که نو آمدن و کسایی که دائمی میاین.
کسایی که باز عروسیش بند باشه باز به خاطر عروسی خود میاد، کسایی که باز مدرسهش خراب باشه باز به اینجا که یک ستون برای مدرسه جور کنه. اما کسایی که واقعا به درس عقیده می باز ما خود شهادت اگر از ما بخوایم این پروردگار والله ما آمادگی گرفتیم، زحمت کشیدیم از اول هفته تا آخر هفته. اینه می توسل ما 3-4 ماه خواندم سر زمین. همین حالم خوانده میرفتم تا همین حالم که ما اومدم در کامپیوتر موضوع توسل بود، خوانده میرفتم بخوان چندین کتاب و چندین رساله و چندین تا که بر از اینا یک درس جور کنم تو بیار برشان به زبان شیرین، پیسه از پیششان طلب نکردیم، کدام کس را گپ زشت نگفتیم، کلگی به اخلاق بسیار خوب. برادرای عزیز، برادرای محترم، از این خاطر توسل یکی از معانی توسل به ذوات فاضله چی است؟ توسل به اطاعت اونمو شخص که در رأسش کی قرار داره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا کسی میگه استاد شما به اولیاء الله احترام میکنین؟ مفتم اولیاء الله کی هست؟ نه شما احترام میکنین؟ مفتم نه اول تو بر من معرفی که اولیاء الله کی هست که باز ما بگم که ما برای احترام میکنیم یا نمیکنیم. چیز اولیاء الله؟ مفتم اولیاء الله که در قرآن گفته الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما کتاب نوشته میکنیم درباره اولیاء الله، اولین نام کدام نام میگذارم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و اول ولی از اولیاء الله هست. انبیاء کلش اولیاء الله هستن، صحابه کرام مهاجرین انصار کلش اولیاء الله هستن. این میگه نه یا اولیاء نیست، خی کیست؟ دولکی بابا. ما حالا عقلا اگر او اولیاء الله می بود نامش یک سی بابا میماند دیگه، حتما کدام دم بوده سازنده بوده که نامش دولکی بابا مانده. دولچی هم اولیاء الله میشه؟ یا میگه والا صاحب مثل که مولوی مصطفی گفت، ما گفت یک وقت رفتم در کدام منطقه هست نامش یادم رفت، چی میگن چهارقلای وزیرآباد میگن، در کجا میگن؟ میگه در چهارقلا میگه من رفتم مومد گرفتم برای من، میگه مردم دیدم یک دکان از بسیار بیروبار است، میگه من مردم گفتم که همین دکان چیه؟ بزنی زنای چادری دار 40-50 تا 6 تا مردم 6 تا قرار نوبت گرفتن. میگه مولوی صاحب این یک اوندوی که رسیده، یک اوندوی رسیده. من نفهم که اوندو یک وقت مخت خانه میفهم خمیر رسیده یا نرسیده. یه تو خمیرکی رسیده؟ نه، به مقام عالی رسیده. چه قسم مقام عالی رسیده که مسلمان ها پیشش میره دستای شماش میکنه. در حالی مسلمانه که به این عقیده باشه که اوندو رسیده. کجا رسیده؟ به جهنم رسیده؟ نه، میگه عیسی به سدرة المنتهی رسیده. این باز کدام وقت مولوی مصطفی کدام وقت اگه طرفا دار خود باز بگم که قصه قصه رسیدگی اوندوی تا میگه باز من که برای مردم گفتم میرم، این مردم چی میگن؟ او مردم نرین پیش اوندو. میگه کسایی که انا مولای وهابی آمدن بازو بیچاره مدرسه شما اونجا بخلم خراب کردن، از مدرسه کشیدن به خاطر که اول مخالفت با کی کردن؟ با اوندوی رسیدن. این حال نوع اول توسل به چی بود؟ به اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اطاعت در چی؟ در عقیدش، در عباداتش، در اخلاقش، در معاملاتش، در کل اموری که رسول الله صلی الله علیه و شما گذاشتن. این حال اینمی اطاعت تو از رسول الله صلی الله علیه و سلم وسیله تو میشه برای نجات تو در روز قیامت. ایمان تو به رسول الله صلی الله علیه و وسیله نجات تو میشه، محبت تو به رسول الله صلی الله علیه و وسیله نجات تو میشه، اطاعت تو از رسول الله صلی الله علیه و چی میشه؟ وسیله نجات تو میشه.
اینی باب اول توسل به ذوات فاضله است. این قسم توسل به ذوات فاضله جایز است یا نیست؟ جایز است، حلال است، مشروع است. تو به سیرت صحابه کرام حرکت میکنی. او ابوبکر صدیق یکی از ذوات فاضله است. تو شخصیت مثل شخصیت ابوبکر صدیق میسازی، تو شخصیت مثل شخصیت عمر فاروق میسازی، تو شخصیت مثل شخصیت عثمان غنی میسازی، تو شخصیت مثل شخصیت علی ابن ابی طالب میسازی، تو شخصیت مثل مهاجرین میسازی، تو شخصیت مثل انصار میسازی، تو شخصیت مثل فقهای اسلام میسازی، تو تقوا و شخصیت مثل شخصیت امام ابو حنیفه میسازی، مثل شخصیت امام شافعی میسازی. اما تقوایی که داشت، اما تقوا را تو میگیری. اما ایمانی که داشت، اما ایمان تو میگیری. اما اخلاصی که او داشت، اما اخلاص تو میگیری. با اینی ایمان و تقوا و عبادت یک فصل از فصول توسل با چی شد؟ با ذوات فاضله. کی انکار میکنه؟ هیچ مؤمن موحد یکتا پرست در روی جهان یافت نمیشه که ایره انکار بکنه و بگه که نه تو ایمانت مثل ایمان پیغمبر نباشه. یک مرتد میگه اگه اون دوی رسیده ای گپه بزنه او رو من گفتم نمیتونم. اما مسلمانی که به قرآن و سنت ایمان داره میگه بله من واقعا با ایمان، با اخلاق، با عقیده پیغمبر، با اخلاق پیغمبر، با معاملات پیغمبر، با عبادت مثل عبادت پیغمبر، با رفتن در نقشه پیغمبر، ما این وسیله میسازیم برای چی خود؟ برای نجات خود. این قرآن تایید میکنه. چرا قرآن عزیز بشان میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران زیان است. وی میگه من امروز $700 پیدا میکنم، من چطور در نقصان هستم؟ امروز دیگرگی بر من شاگردایم گفت که $700 بر من کسی فایده تا میته. امروز 700 تو بر من میگی که الانسان لفی خسر. نه، امروز تو $700 پیدا کردی لکن $700 عمرت کم شد. هر لحظه از عمرت چی میشه؟ دکان، خانه، مسجد، بازار، فلانی، هتل، هم تو رفته میری اتستاد خو نیستی دیگه. بالاخره آخرین سرمنزل در کجا است؟ قرب در قبر میفتی. از این خاطر میگه والعصر ان الانسان، انسان به طرف فایده در حرکت یا به طرف نقص از قبر. لکن در قبر باز بسیاری کسان نقص نمیکنه. میگه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس ایمان، اعمال صالحه و دعوت تو به حق و صبر چی شد؟ وسیله نجات تو هم در دنیا هم در آخرت. قسم دوم از توسل با ذوات فاضله چی است؟ که با دعا و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قسم اولش با صاحب شرح عقیده طحاوی چی میگه؟ میگه یک نفر دعا میکنن و تارتن یقول، میگه احیانا همی شخص چی میگه؟ میگه اللهم یا الله باتباع لرسولک، پروردگار من متابعت از پیغمبرت کردم و محبتی له، و پیغمبرت من محبت دارم و ایمانی بهی، و من ایمان دارم به رسول الله صلی الله علیه و سلم و سایر انبیائک و به تمام انبیا و رسولت و تصدیق لهم و نحو ذالک. میگه من پروردگارا به خاطر که پزو متابعت میکنم و به او ایمان دارم، اینمی متابعت من و اینمی ایمان من و اینمی اعمال صالحه من وسیله میسازم که پروردگارا تو بالای من رحم بکن. فهذا من احسن ما يكون في الدعاء. علامه ابن ابی العزیز حنفی چی میگه رحمت الله علیه؟ فهذا من احسن ما يكون في الدعاء. میگه این بهترین چیز است که این در باب دعا و توسل استشفاء. مثلا میگه پروردگارا، ما و شما میشیم یه دعا میکنیم، پروردگارا من مثل پیغمبر دعا کردم، مثل پیغمبر عقیده دارم، مثل صحابه کرام عقیده دارم، مثل اولیاء الله عقیده دارم، به وحدانیت تو عقیده دارم. پروردگارا اینمی متابعتم از رسولت و ایمانم به رسولت و محبتم به رسولت، پروردگارا اینمی را برای تو تقدیم میکنم، مرا از شفاعت رسولت در روز قیامت محروم نبود.
امام ابن ابی‌العز حنفی میگه این بهترین اسلوب است و بهترین دعا است. بکنید قصه از نگاه عقیدت مشکل نیست. قسم دومش چه قسم است؟ قسم دومش میگه توسل با دعا و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه قسم است؟ اینه گفتن که دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم چه وقت دعا میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بالفعل در بین صحابه کرام زنده بود. مثلا در صحیح البخاری میں عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم راهها بسته شد، حیوانات ما مرد، باران نیست. فدعا، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان چی کرد؟ دعا کرد. فمطرنا من الجمعه الى الجمعه، میگه اینقدر باران بارید که از این جمعه تا جمعه دیگه باران میبارید. این توسل به چی میگن؟ توسل به دعای شخص زنده. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست یا فوت کرده؟ هم زنده هست از یک جهت. سوالا را بکنم باشه. هیچ وقت yes no question جور نکنیم. هر سوال از خود طریقه جواب داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست و یا فوت کرده؟ اینجا نه آ بگوین نه نی بگوین. بگوین از یک جهت زنده هست و از یک جهت فوت کرده. بل احیاء عند ربهم یرزقون، به اساس آیت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست عند ربهم، در نزد، اما در عالم ما که هستیم رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هسته؟ فوت است. انک میتون، قرآن چی میگه؟ انک تو مرده نیستی. در آیت دیگه میگه افا امات او قتل لانقلبتم علی اعقابکم، اگر پیغمبر مرد، از پیغمبر به حساب دنیای ما و شما چی کرده؟ موت کرده. در آیت دیگه قرآن چی میگه؟ کل شیء هالک الا وجهه، نه؟ پس کلگی میمونه بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم دنیای ما و شما وفات است. اگر که یک روز در اکسن فودم یک کسی گفت نه استاد رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست، گفتم زنده هست، ما گفتم خواهیم کتابای تاریخ که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در 63 سالگی وفات کرد. یارو خط بزن. های صحابه کرام خیسن ناحق خلیفه تعیین کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود. و خیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که زنده هست چرا فعلا رهبریت جهاد نمیگیره؟ در عالم ما رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده. اما بل احیاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، با صورت قید میگه بل احیاء عند ربهم، اینجا رسم شنبل توحید. پس ایناله رابطهشان با عالم ما و شما قطع هست. حال ما تو رفتن نمیتونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم مثل صحابی کرام وار بگی بر ما دعا بکن. خب از این خاطر میگه چون او وقت اگر تو طلب دعا، حدیث طلب دعا بر باران است، پس این ثابت میکنه توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش. خب این حدیث صحیح بخاری بود. حدیث رفتن 70,000 نفر به جنت بدون حساب. در حدیث صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که 70,000 امت من بدون حساب و عذاب داخل جنت میشوند. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش ابن محسن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. رسول الله برش گفت که اینقدر مردمای هستن که یا داخل جنت میشن
عکاشه ابن محسن رضی الله عنه گفت که رسول الله برای من دعا بگو که مرا هم از جمله از اونا بگردانه. فقال انت منهم، گفت که تو هم انشاءالله از جمله هستی. ثم قام رجل آخر، دیگه شخص آمد فقال، گفت که ادعو الله ان یجعلنی، پروردگارا دعا کو که مرا از جمله از اونا بگردانه. فقال سبقك بها عکاشه، گفت از تو که عکاشه سبقت ورزید. متفق علیه. پس اینال صحابه کرام چی میکردن؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب چی میکردن؟ دعا میکردن. پس وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب دعا میتونه آدم کرده، از شخص زنده اون آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردی، از صحابه کرام میکردن. مثلا شما هم میتونیم که از علما، از پدر خود، از مادر خود، از استاد خود، از یک شخصیت خوب بگیم برای ما چی کن؟ دعا بکن. حدیث طلب دعای نابینا این هم مثلا آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برای ما دعا بکن. عثمان ابن حنیف رضی الله عنه روایت میکنه ان رجلا ضریر البصر، میگه یک شخصی ضریر البصر نابینا را میگه که میگه اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. فقال، گفت چی گفت؟ ادعو الله ان یعافینی، دعا کن مرا که خداوند مرا معافیت نصیب کنه، یعنی من صحتمند شوم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان شئت دعوتو، اگر خواستی من بر دعا میکنم. و ان شئت صبرت، اگر خواستی صبر بکن. فهو خیر لك، بر تو خوب است. قال فدعوه، مگه نابینا گفت که نه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کو برم. قال فامره، برش گفت که برو امر کرد ان یتوضا، که وضو بکنه. فیحسن وضوءه، خوب صحیح وضو بکنه. و یدعو به هذا الدعاء، این دعا را خود نابینا بکنه. چی بکنه دعا؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که سعی کن اونجا در لفظ اول چی آمد؟ اگر خواستی صبر کو، اگر خواستی من بر چی میکنم؟ دعا میکنم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ازی گفت که من بر دعا میکنم، لکن تو هم باید چی کنی؟ حرکت بکنی. چه قسم حرکت بکنی؟ تو برو وضو بگی، لکن وضویت خوب صحیح وضو بکن که جای از پیشت خشک نمانه. بعد از اینکه اونجا رفتی باز بگو اللهم انی اسالک، تو دعا بگو پروردگارم من از تو سوال میکنم. و توجه الیک بنبیک محمد النبی الرحمه، ما توجه میکنم به طرف تو به نبیت محمد صلی الله علیه و نبی همن. انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی، ما توجه کردم به پروردگار خود به حاجت خود تا که حاجت. اللهم فشفعه فیه، تو باز برو دعا بکن که الله تو را مرا شفیع تو بگردانه. یعنی سعی قصه نابینا چه قسم است؟ بسیاری کسایی غلط میفهمن. نابینا آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحیح نه؟ مولوی صاحب دل تراسه، مولوی صاحب عبدالله ما عملا برتان نشان بتم. خوب دقیق متوجه باش که همین حدیث بسیاری کسا سند میگیرن. ما آمدیم برای مولوی صاحب گفتم مولوی صاحب من یک مشکل دارم، من مشکل دارم، چشمایم بسیار درد میکنه، تو برام دعا کن. مولوی صاحب برای من گفت که استاد اگر میخوایی برای دعا میکنم، سعی کن لفظشه، اگر میخوایی برای دعا میکنم و اگر میخوایی صبر بگو، صبر برای تو چی است؟ بهتر. من برای مولوی صاحب نه، مولوی صاحب برام دعا بکن. اول چرا این نابینا آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ اگر خودش میخواست که مثل کال مردم دلیل میگیرن هیچ پیشش نمیامد. اگر من دعای مولوی صاحب کار نمیداشتم چرا پیشش آمدم؟ پس من میخوایم که برام دعا بکنه، نگیره قسم بودم برای خداوند که خدایا باید. پس آمدن من پیش ازی که به دعا بکنه و از پیشش تقاضا کردم برام دعا بکن. مولوی صاحب برای من گفت که اگر میخوای دعا برات میکنم و اگر صبر کنی بر صبر چی است؟ بهتر است. من گفتم نه مولوی صاحب محترم برام یک دعا بکن. مولوی صاحب مرا گفت درست است، من برات دعا میکنم، های تو برو خودت وضو بکن. یعنی طور نیست که یک نفر وضو نداره، نماز نمیخونه، عبادت نمیکنه، دعا خود در حق کی قبول میشه؟ در حق مؤمنی که خودش متدین باشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. به ظالم چی میشه؟ ظالم کیست؟ بی نماز.
ظالم کیست که خودش دعا نمیکنه، خودش سجده نمیکنه. مولوی صاحب تو دعا کو، من قرار دا غوندی خیر شیشته. دیزی تو دعا کو، خب من قرار اینجا تلویزیون سال میکنه. مولوی صاحب رفته دعا میکنه. مولوی صاحب حالا چی کن؟ من برای دعا میکنم، لکن چون دعای پیغمبر در حق مؤمن مخلص با ایمانه که در عبادت خدا باشه قبول میشه، در حق بیدین و کافر و خدا ناترس نمیشه دعای پیغمبرم قبول. نصوفی چی کن؟ عبادت کو که در ساعت عبادت رحمت الله سر تو نازل میشه، دعای پیغمبر در حق تو قبول میشه. پس مولوی صاحب من گفته استاد برو خودت وضو کن، نماز بخوان، عبادت بکن، بگو پروردگارا من این نماز خوانم، طاعت میکنم، عبادت میکنم، سجده میکنم، پروردگارا دعای منم قبول کن، دعای مولوی صاحبم. این حال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای نابینا اینم تو یک جمله را گفت. صحیح شد نه؟ نابینا آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله من ضریر البصر هستم، نابینا هستم، دعا کو که چشمای من خوب شوه، دعا کو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اول خبرش صبر و تسلیمی به قضا و قدر الهی را درس میده. اگر میخوای برای دعا میکنی، اما اگر صبر بکنی برای چی است؟ بهتر است. چرا مثلا بعضی اوقات اگر در روز قیامت یک تعداد چشمدارا را در دوزخ ببرن به خاطر که چشم خود چی کرده؟ غلط استعمال کرده. از چشم خود فیلم سیل کرده، فیلمای خراب سیل کرده که چقدر چشم خود چشمک زده، که چشم خود رو نامحرم سیل کرده، که چشم خود کارهای خراب کرده. اونجا برش ملائکه اعلان میکنه که فلان ولد فلان به خاطر چشمای خدا که غلط استعمال کرده 6 ماه در دوزخ بره. این آدم نابینا برش میگه نابینا سر برو در جنت. چرا؟ به خاطر از اینکه تو چشمت نابینا بودی، هیچ چشمت منفی استعمال نشده. میاد رسول الله صلی الله علیه و آله اگر صبر بکنی و نابینایی برای تو چی است؟ بهتر است. نابینا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت، نابینا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ یا رسول الله برام دعا کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک طرفه چی نمیکنه، خوب منظم هر امر از او هر جهتش در نظر گرفته است. برش میگه سیس من برای دعا میکنم، لکن تو برو وضو کن. تو وضو نکنی از ور خطایی که پشتای بجلکت خشک بانه. اینجا آدم که بر خطا شد نه چیزی می دوا که زود شد نه وضو چی میشه. گفت نه خوب وضویت دقیق بکنی، جایت خشک، بعد از اون دعا کن تو پروردگارا من به تو رجوع میکنم، این من ایمان دارم، این من نماز میخوانم، این من به پیغمبرت به امرش. این شخص طرف وضو کرد، شخص مشهور شد، امر کی رفت سر خود تطبیق کرد، امر پیغمبر رو تطبیق کرد. در چی قرار گرفت؟ در عبادت با محبت پیغمبر. اینا گفت که پروردگار دعا کن که این پیغمبر رو برای من چی بگردان؟ شفیع من بگردان. باز میگیم اینا رو بعضی کسان میگه که نه اینمی حدیث نابینه رو به گمراهی خود سند میگیرن. چه قسم به گمراهی خود سند میگیره؟ اینا رفت و اونا گفت. اگر این نابینا که صحابی بود، علم از این نابینا از علم موضوع که زیاد بود نبود، چرا نابینا در غیاب نرفت یک اتاق نشست و نگفت که پروردگارا من دعا میکنم؟ چرا نرفت در قبر یک کسی آدم علیه السلام فوت نکرده بود، ابراهیم علیه السلام فوت نکرده بود، نگفت که به حق از او به حق فلانی و فلانی؟ از خانه خود نابینا حرکت آمد پیش پیغمبر و تا دعا خواست از پیغمبر و پیغمبر برش راهنمایی کرد. این حدیث سری کسا چی میگن؟ برای گمراهی و غلطی های خود باز میرن مثلا غلط تفسیر میکنن، غلط میفهمن و غلط ترجمه میکنن. همونطور از